با سلام و درود هموطن، آرزو هستم. امروز 13/6/1404 با شما هستیم با تازه ترین اخبار روز. دوستان گرامی، اخبار اول در مورد یک اطلاعیه مهم برای اتباع خارجی ایران. به اطلاع عموم مهاجرین محترم میرسانیم که بر اساس تفاهم میان سفارت امارت اسلامی افغانستان در تهران و اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، برای صدور کارت آمایش 19 نیاز به دریافت برگه تثبیت هویت نمی باشد. بنابراین از تمام متقاضیان محترم تقاضا می شود از مراجعه و ازدحام در جلوی درب کنسولگری افغانستان در مشهد برای دریافت برگه تثبیت هویت خودداری نمایند و همچنان طبق بخشنامه جدید وزارت کشور به دفاتر کفالت برای دریافت آمایش 19 دیگر نیاز به اخذ تثبیت هویت نیست که این بخشنامه دیروز به دفاتر ابلاغ شده است. البته در طرح زوجین آمایشی و اقامتی که برای فرزند خود درخواست کارت آمایش داشته باشند، حتما اقنامه کنسولگری داشته باشند و اقنامه معمولی قابل پذیرش نیست. و همچنین احتمال آن وجود دارد که 99% به زودی نوبت‌دهی تثبیت هویت ویژه مخصوص دارندگان پاسپورت خانوار از طریق دفاتر کفالت آغاز خواهد شد. اطلاعیه بعدی برای افرادی که دارای کارت آمایش 18 هویت 17 زوجینی که دارای مدارک می باشند به اطلاع می رساند افرادی که دارای کارت آمایش 18 و هویت 17 زوجین با یکی از این مدارک زیر: 1. گذرنامه اقامت معتبر، 2. گذرنامه خانوار معتبر تا تاریخ 31/3/1404، 3. دفترچه اقامت معتبر، 4. دفترچه پناهندگی معتبر، 5. دفترچه اقامتی ویژه معتبر. در صورتی که دارای فرزند می باشند می توانند جهت اخذ کارت آمایش 18 برای فرزندانشان با مدارک زیر به دفتر کفالت مراجعه نمایند. مدارک مورد نیاز: 1. کارت آمایش 18، 2. گذرنامه یا دفترچه معتبر، 3. اقنامه شرعی، 4. گواهی ولادت فرزند. در صورت نداشتن گواهی ولادت، یک قطعه عکس از پدر و مادر و فرزند جهت معرفی نامه آزمایش DNA به همراه بیاورند. 5. برگه سرشماری برای متولدین 1/3/1401 به قبل در صورت نداشتن برگه سرشماری، یک قطعه عکس از پدر و مادر و فرزند جهت معرفی آزمایش DNA همراه داشته باشند.